و دقیقا هم همکارانم توی جلسه حضور دارن و هم خانواده‌ام توی جلسه حضور دارن. من 13 سال با یک بیماری دست و پنجه نرم می‌کردم که به تمام مراکز درمانی با تمام شیوه‌هایی رو که امروز متداول هست با اسمهای مختلف که نمیخوام اسمها رو ببرم، من با این گرفتاری برای درمان بیماری که واقعا عذابم میداد، هم خودم رو هم خانواده‌ام رو و هم همکارانم رو، طوری که دیگه واقعا دیگه بریده بودم و تنها روشی که تونسته من رو نجات بده از اون گرفتاری که 13 سال و تمام مراکز درمانی به من میگفتن بیماری صعب‌العلاجیه که شما باید تا آخر عمر باهاش سر کنید، ولی خب به راحتی با این روش درمانی در کمتر از 3 ماه بیماری من کاملا از بدنم برطرف شده و امروز 1 سال و چند ماه هم از درمانم میگذره و هیچ اثری از آثار اون بیماری در بدنم نمیبینم. وقت شما رو نمیگیرم، در خدمت استاد عزیزم پروفسور خرسند هستیم با کف قشنگ. شفای یافته آمدن از راه‌های دور از شهرهای مختلف، هر کس خبردار شده به یک شکل خودش رسانده. بنابراین برنامه‌ها خیلی متلاطمه و مرتبط شده. ما در کل یک روش بسیار متفاوت از روش‌های متداول رو دسترسی بهش پیدا کردیم. اگر در جهان جا بیفته یک انقلاب بزرگ درمانی خواهد شد و همه اون باورها رو به هم میزنه و از نو ساخته میشه راه دیگه ای رو، راه نو درمانی دیگه ای رو میسازه. من از بچگی یک آدم خیلی کنجکاوی بودم و همه چیز رو به سادگی نمی‌پذیرفتم. یادم میاد هنوز دبستان نرفته بودم، 6 ساله بودم که در خرمشهر هوا بسیار گرمه در اون ناحیه، وقتی بزرگتر میگرفت و خوشحال بود که لباس سفید میپوشه و یه چیزایی داره یاد میگیره، یه روز به من گفت که فردا همین موقع من با پانسمان و کرم و اتکلون و الکل میام و پاتو پانسمان میکنم که از این چرک و از این کثافات راحت بشید و همین کار کرد. روز بعدش اومد و این کار کرد و گفت که خیلی هم بانکیچی کرد و گفت که دیگه چرک از بدنت نمیاد بیرون. من بد جوری نگاش کردم در اون سن 6 سالگی و گفت چیه خوشحال نیستی؟ گفتم میخوام بدونم بیاد بیرون بهتره یا بمونه تو. نفهمید من اصلا منظورم چیه. الان یعنی بعدها که کلیه های خودم ناراحتم کرد در خرمشهر در آبادان دکترا، یعنی 22 سالم شده بود، میگفتن هر دو کلیه ها فاصله. تهران رفتم برای که نجاتش بدم، اونجا هم گفتن فاصله. من در یکی از نمایندگان بسیار مطرح اون زمان ایران، آقای محسن پزشکپور از خرمشهر انتخاب شده بود، از اونجا از ایشون کمک گرفتم و ایشون نماینده مجلس دیگه رو که خبره در کار کلیه بود منو معاینه کردن، گفتن که بله هر دو کلیه‌ها خرابه. گفتم ولی من میخوام کاری کنم که کلیه خودم نجات پیدا کنه و میرم دنیا میگردم و بهترین متخصصین دنیا رو پیدا میکنم و درمانی میشن تا به قول خودشون سلولهای بد، سلولهای سرطانی رو بکشن. ما هیچ سلولی رو بد نمیدونیم، همون سلولها الان آقای حکیم هم گفتن، من اسمش گذاشتم سلولهای فداکار، میرن و سمومی که تو سرگردان توی خون هستن اینا جمع میکنن تو خودشون. درسته از کار ارگانیک خودشون دور میشن ولی یک خطر فوری رو نگه میدارن تو خودشون که نرسه به مغز. اگر برسه به مغز فرمانده بدن رو از کار میندازه،
شما گاهی دیدید بلند میشید هیچ جا رو نمیبینید یا قش میکنید. اینا سمومی خودشون رسوندن به مغز و اگر کاری نکنید، چاره‌ای نکنید، همون موقع یا سکته مغزی میشه. و این سلولای فداکار را اینا میگن سلولای سرطانی رو بکشید و فقط اونا رو میتونه بکشن، همه جای بدن رو به خطر میندازن و موهای سر اینا هم که ارتباطی به این موضوع نداره پیاچه موها رو هم میکشن و موها رو میریزن. و ما همه اینا رو تقویت میکنیم، نه فقط نمیکشیم بلکه تقویت میکنیم و تمیز میکنیم تا برگرد تو ارگان خودشون و کار ارگانیک و واقعی بدن رو انجام بدن. همه این کارا رو سیستمی رو که کشف کردن در بدنها انجام میده. سیستم هم اسمش گذاشتیم پیروسروک، حالا بارو شده خورسن، اگر خورسن در در آینده همه میبایست از این برنامه پیروی کنن. روش‌های دیگه روبناییه و احتمال واژگون شدن یا تبدیل شدن به یک بیماری دیگه هم هست. اگر من بیشتر وقت دارم تا یه مطلب. من خیلی صحبت کردم و میبایست که برای برنامه‌های دیگه وقت بذاریم. از حوصله شما بسیار سپاسگزارم. بعد از فعالیت تندری کردن و از خانواده هایی که فرزندانشون در روش من از سرطان مرگ نجات پیدا کرده بود، اینا دست تو دست هم گذاشتن این مرکزی رو درست کردن در ایران. صدها میلیون تومان پول گذاشتن رو هم و این خیلی فداکاریه که بچه‌های فرزندان دیگران را هم در این روش نجات بدن و این خیلی کار قشنگ و تمیزیه که دولت حیف اینا را حمایت نکنه و گسترشش نده. ما را وادار کردن که تو آمریکا اول نرو، اول بیا ایران رو خودمون در اینجا اعلام کنیم و ما همین ایران اگر خبرنگارهای رسانه‌ها اینجا باشن و درست منعکس کنن در رادیو و در تلویزیون، چرا باید آمریکا هرچی در اونجا اتفاق بیفته در سرتاسر دنیا هم منعکس پیدا کنه؟ به خاطری که رسانه‌ها قوی‌اند و رقابتی کار میکنن و همه در رسانه خودشون منعکس میکنن. اینجا باید همونجور باشه، نه اینکه منتظر باشن تا یه چیزی تو جیبشون کنن تا بنویسن. باید همونجور منعکس و درمان کننده واقعی هم که اونا نیستن.